خرید و فروش و معاملات غیرقانونی مواد مخدر به سلامتی شخص، امنیت جامعه، دولت و بشریت خطر جدی ایجاد نموده. با زهرآلودکنی شهروندان این وبای عصر به تشکل نسل سالم ملت تاثیر واقعی منفی می‌رساند. متاسفانه بعضی از شهروندان منفعت‌های شخصی خود را از منفعت‌های جامعه، دولت و ملت بالا دانسته در همکاری با گروه‌های متشکل جنایتی ترانسمیلی دست به این عمل ننگین می‌زنند. با این عملشان آنها با تامینات مالیوی تشکیلات‌های بین‌المللی تروریستی که منبع درآمد اساسیشان گردش غیرقانونی مواد مخدر میباشد مساعدت می‌نمایند. سنه 2 اکتبر سال 2020 در نتیجه گزاراندن چاره‌بینی‌های فعال اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در منطقه نزدیک سرحدی دشت شیپدی ناحیه روشان باز یک دلیل قاچاق مواد مخدر در حجم کلان پیشگیری کرده شد. گروه ترانسمیلی قاچاقبران با راهبری شهروند جمهوری اسلامی افغانستان علوت ولد دولت تخمینا 35 ساله ساکن قریه آمورن ولسوالی مهمه ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان با قاچاقچیان تاجیک که شخصیتشان به تفتیشات معلوم نیست با مقصدی به جمهوری تاجیکستان توسط سرحدی دولتی در حجم کلان انتقال دادن واسطه‌های نشدار زبان یک کردند. ضمن گذراندن چاره‌بینی میان کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و گروه ترانسمیلی قاچاقبران زد و خورد مسلحانه به وقوع پیوسته راهبر گروه نشجالب علوت ولدی دولت در جای حادثه به ضرر گردانیده شد. 2 نفر اعضای گروه نشجالب از حساب شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان و 1 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان از تاریکی شب استفاده نموده از جای حادثه فرار نمودند. در جای حادثه 16 عدد بسته‌های واسطه نشدار یافته گرفته شد. موافق معلوماتنامه اکسپرت سعودی شعبه تشخیص کریمینالیستی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان از 5 اکتبر سال 2020 موادهای نامبرده به واسطه نشدار نوع افیون و حشیش منسوبیت داشته وزن خالص آنها 19 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. اید به دلیل مذکور از طرف ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کوهستانی بدخشان با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بند د 289 قسم 4 بند ا و 335 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تمام کوشش را به خرج می‌دهند که بهره تامین امنیت و ثبات سالمی جامعه، حفظ سرحدی دولتی، آشکار و پیشگیری نمودن قاچاق و معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشدار چاره‌های قطعی اندیشیده ولایت قانون را تامین نمایند. در ریشه‌کن و از بین بردن فروش و استعمال واسطه‌های نشدار و حمایت اهالی